نسلیهان آتاگل. نسلیهان وقتی که 14 سال بیشتر نداشت با بازی در سریال برگریزان پا به دنیای بازیگری گذاشت. بورچین ترزیوگلو. بورچین از 5 سالگی با بازی در فیلم رئیس نشنوه و سریال آبجی پریهان وارد دنیای بازیگری شد. سرنای ساریکایا. اولین تجربه بازیگری سرنای در سن 14 سالگی و با بازی در فیلم سردرگم رقم خورد. میرای دانر. این بازیگر وقتی که 9 سال بیشتر نداشت با بازی در قسمت 53 سریال عروسک پارچه‌ای پا به دنیای بازیگری گذاشت. اجه کوکنلی. اجه بازیگری رو در سن 11 سالگی و با بازی در سریال بهترین دوست من شروع کرد. گوکچه آکیلدیز. گوکچه در سن 10 سالگی با بازی در فیلم یکم چاشنی پا به عرصه بازیگری گذاشت. سینم کوبال. این بازیگر برای اولین بار وقتی که 14 سال داشت در سریال پرستار بچه حضور پیدا کرد. آلینا بوز. اولین تجربه بازیگری آلینا در سن 15 سالگی بود که مربوط میشه به بازی اون در سریال پرستار شجاع. ادا اجه. ادا در سن 14 سالگی به عنوان بازیگر مهمان در سریال علم زندگی بازی کرد و اینجوری پا به عرصه بازیگری گذاشت. ایلایدا آلیشان. این بازیگر در سن 15 سالگی با بازی در سریال دختری که دوستش داشتم در تلویزیون حضور پیدا کرد. داملا سونمز. داملا وقتی که 17 ساله بود با بازی در سریال کفش شیشه‌ای وارد دنیای بازیگری شد. آسلیهان گونر. آسلیهان 15 سال بیشتر نداشت که با بازی در سریال کلید اسرار حرفه بازیگری رو شروع کرد. هازال کایا. هازال بازیگری رو به طور جدی در سن 16 سالگی با بازی در سریال گنجو شروع کرد. برجو بریجیک. اولین نقش تلویزیونی این بازیگر در سن 17 سالگی و در سریال ماچولار بود. سیمای بارلاس. این بازیگر در سن 15 سالگی با بازی در سریال از هم پاشیده وارد دنیای بازیگری شد. ملیسا دونگل. ملیسا وقتی که 15 سال داشت با بازی در سریال الیف حرفه بازیگری رو شروع کرد. جمره بایسل. اولین تجربه بازیگری جمره مربوط میشه به بازی اون در سریال دریای سبز. جمره اون زمان 15 ساله بود. برگزار کورال. برگزار برای اولین بار در سن 16 سالگی در سریال زندگی‌های شکسته به نقش آفرینی پرداخت. مهمت گونسور. این بازیگر حرفه بازیگری رو در 14 سالگی با بازی در سریال بهار گذشته میموزها شروع کرد. باتوهان کاراجاکایا. باتوهان رو همه با سریال عشق ممنوع میشناسن، اما اون برای اولین بار در سن 8 سالگی با بازی در سریال ملاقات بزرگ بازیگری رو شروع کرد. تولگا ساریتاش. تولگا در سن 18 سالگی با بازی در فیلم سیاه بخت وارد دنیای بازیگری شد. خب بگین ببینم نظرتون راجع به این ویدیو چیه؟ شما دیگه چه بازیگرایی رو میشناسین که از سن پایین وارد این حرفه شدن؟ اسم اونا رو برای ما بنویسین و این ویدیو رو لایک کنین و عضویت در کانال لنز رو هم فراموش نکنین.